سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از جلسات دوره ویژه OTR. در این جلسه که یکی از مهمترین جلسات دوره ما هست، میخوام به موضوع خروج از معامله بپردازیم. بحثی که در واقع میتونه حلقه واسط بین تمام مواردی که یاد گرفتیم باشه، یعنی چه موارد تکنیکال و چه موارد مدیریت ریسک و حتی روانشناسی. یعنی این جلسه در واقع حلقه مفقوده زنجیر هست که همه موضوعات ما رو به همدیگه مرتبط میکنه. چرا؟ چون تو این جلسه میخوایم بحث خروج از معامله که شامل بحث‌های خروج از معامله در ضرر، یعنی تعیین استاپ لاس هست که از اونجا داستان‌های ریسک باز میشه، و همچنین خروج از معامله در سود که در واقع یک چهارگانه داریم برای خروج از معامله در سود. میخوایم تو این جلسه درباره‌اش صحبت کنیم، یعنی در واقع بحث‌های مربوط به TP گذاری، بحث سیو سود، تریلینگ استاپ و ریسک فری، که در واقع میخوایم درباره این 4 مورد برای بحث‌های خروج از معامله در سود صحبت بکنیم و بسیار کاربردی و دقیق ببینیم از هر کدوم از این موارد کجا باید استفاده کنیم و کجا نباید استفاده کنیم. قبل از اینکه بریم روی چارت و بخوایم موارد رو با هم دیگه ببینیم به صورت کیس بیس و مثالوار، میخوام خدمتتون عرض بکنم که توی این جلسه من موضوع رو از دیدگاه تکنیکال دارم بررسی میکنم و یه گریزهای کوچیکی هم به مبحث مدیریت ریسک که در واقع گره خورده با این موضوع میزنم، اما توی یک جلسه مجزا درباره بحث‌های مدیریت معاملات، یعنی بازی با ریسک، به طور کامل صحبت خواهم کرد که یکی از آخرین جلسات ما خواهد بود که در واقع عدد رقم‌های ریسک و مدیریت سرمایه رو میاریم تو این بحث‌های تکنیکال و اونجا خواهیم دید. اما تو این جلسه چیزی که مد نظر من هست بعد تکنیکال ماجراست. حالا میگم یک اشاره‌هایی هم به بحث ریسک خواهم کرد چون گریزناپذیره، اما سر جای خودش رو بحث بازی با ریسک و مدیریت معاملات به طور مفصل باهاتون صحبت خواهم کرد. اینو گفتم که بدونید جایگاه بحث امروزمون کجا هست و چطور بهش خواهیم پرداخت. خب از روز اول ما وقتی با هم صحبت می‌کردیم گفتیم استراتژی توی 3 کلمه خلاصه میشه: جهت، ورود و خروج. ما درباره اینکه جهت مارکت رو چطور پیدا کنیم تو جلسات ساختارشناسی به طور مفصل صحبت کردیم. دوم درباره ورودها، تاییدیه‌های ورود با هم صحبت داشتیم و ستاپ‌های ورود رو دیدیم و در ادامه خواهیم دید. و اما بحثی که تو این جلسه میخوام درباره‌اش صحبت کنم در واقع آیتم سوم یک استراتژی هست و اون هم بحث‌های مرتبط با خروج از معامله که ما باید به صورت خیلی شفاف و ابجکتیو بدونیم که دقیقاً چه کاری باید انجام بدیم. چون قبلا هم بارها عرض کردم زمانی که ما شفاف ندونیم در واقع موضوع میره توی روانشناسی و ما توی موضوعات روانشناسی به مشکل میخوریم. اما موقعی که ما میایم و خیلی دقیق و شفاف و ابجکتیو و صفر و یکی میدونیم که کجا باید چه کاری انجام بدیم، دیگه خیلی از گیر و گورهای مربوط به موضوعات روانی ما در مارکت حل میشه و فقط کافیه که همین دستورالعمل‌هایی که من توی این جلسه و جلسات مرتبط با این خدمتتون گفتم و خواهم گفت به صورت کاملا دقیق بهش عمل بشه و هیچ موضوع دیگه باقی نخواهد موند و همه چیز در واقع حل شده است. خب اگر موافقید بریم روی چارت و جزئیات ماجرا رو با هم ببینیم. خب ابتدا من موضوع استاپ لاس یعنی خروج از معامله در ضرر رو مطرح میکنم و بعد میریم سراغ خروج از معامله در سود و داستانهای مربوط به TP و خروج. این موضوع رو من روی چارت در قالب یک مثال باهاتون در میون میذارم. ببینید اینجا چیزی که من دارم میبینم اونس جهانی طلا تایم فریم 5 دقیقه و این اوردر بلاکی هستش که من تو تایم فریم 5 دقیقه کشیدم. اوردر بلاک معتبره. چرا؟ چون ازش POS اتفاق افتاده و حرکت شارپی رو بعدش دارم میبینم. پس من انتظار دارم در اینجا که قیمت دوباره برگشته به این محدوده من نقطه ورود بگیرم و در واقع وارد معامله بای بشم در جهت. خب حالا موضوعی که وجود داره برای اینکه من معامله رو بتونم باز کنم، اولین کاری که باید انجام بدم اینه که محل استاپ لاس رو تعیین بکنم. برای تعیین محل استاپ لاس بچه‌ها روش ما اینی هستش که الان میخوام بگم و فقط همین یه دونه است و هیچ کار دیگه نکنید. خیلی ساده همین کار رو انجام بدید. من میام از اوردر بلاکم که در واقع از های تا لو این کندل قرمز رنگ کشیدم، دیگه حالا رو بحث‌های مربوط به ترسیم اوردر بلاک صحبتی نمی‌کنم چون قبلا تو جلسه مربوط به خودش صحبت شده. میام و کافیه که اینو یک کلون یا کپی ازش بگیرم و دقیقاً زیر همین قرار بدم و حالا که این کار میکنم اینو یه مقدار امتداد میدم میکشم عقب‌تر و بعد میرم روی تایم فریم 1 دقیقه. الان درباره تایم فریم کامل براتون توضیح میدم. اینجا 5 دقیقه به 1 دقیقه است، یعنی زمانی که شما ورودتون تو تایم فریم 5 دقیقه است استاپ لاستون میشه تو تایم فریم 1 دقیقه و از زمانی که میام تو تایم فریم 1 دقیقه روی در واقع بلاک زیری که قرار دادم میام و اولین اوردر بلاک دست نخورده‌ای که میبینم استاپ لاسم رو پشت اون قرار میدم. حتما بچه‌ها اینجا حواستون باشه باید اسپرد اکانت رو هم حساب کنید چون این استاپ لاس خیلی دقیقه. همیشه حالا
حالا حدود 7 پیپت یا 1 پیپ بابت اسپرد قرار بدید. یعنی الان اگر من اینو میبینم اینجاست، میام استاپ لاسمو پشتش قرار میدم. این اردر بلاک میتونه در واقع از جنس مینور یا ماژور باشه، فرقی نمیکنه. وقتی استاپام اینجا قرار دادم، برمیگردم دوباره تا تایم فریم ورودم که 5 دقیقه بوده و میام اونجایی که بودم. حالا موضوعی که وجود داره، من اینجا نقطه ورودم میشه به محض برخورد با این بلاک. فرض میکنم که من میخوام ورودمو بزنم و اینجا هم استاپ لاسمه. کاری که انجام میدم، از ابزار ورود بای استفاده میکنم و میام استاپ لاسمو دقیقاً تنظیم میکنم اینجایی که هستم. و حالا من آینده مارکت رو نمیبینم دیگه، من نقطه ورودم اینجاست، من قبل مارکت رو دارم میبینم و میام تا این محدوده رو در نظر میگیرم برای تی پی خودم و میبینم که اینجا مارکت به من در واقع تی پی 1:2 رو میده. بنابراین من میتونم وارد معامله بشم. یادتون میاد که یکی از اصلهای ما این بود که حتما باید نقطه ورودی که میگیرید به شما 1:2 رو بده و زمانی که میبینم اینجا به من 1:2 رو میده یا اصطلاحاً تی پی 2 رو به من میده، من این معامله رو وارد میشم. از کجا میفهمم؟ در واقع این محدوده بلاکی که اینجا وجود داره، حالا تو بحث تی پی گذاری الان توضیح خواهم داد. اگر من فرض کنم که قیمت تا همین محدوده میخواد بیاد و برگرده، اینجا رو در واقع به عنوان اولین تی پی خودم 1:2 در نظر میگیرم و اگر مارکت به من تی پی 1:2 رو داد، من حق دارم وارد این معامله بشم. اگر نداد، این معامله برای من معامله‌ای نیستش که من بخوام وارد شم و ورود نمیزنم. این نکته بسیار مهم و کلیدی هست. خب پس اینجا دیدیم که چطور استاپ لاس رو قرار میدیم و تی پی 1:2 هم داد. حالا دیگه میریم سراغ محاسبات مدیریت سرمایه و ریسک، ببینیم با چه لات سایزی یا تو بحث‌های کریپتو با چه پوزیشن سایزینگی باید وارد معامله بشیم که در واقع مدیریت سرمایه رو هم رعایت کرده باشیم. این به عنوان مثال اول از اونس جهانی طلا توی این تایم فریم. اما من قبل از اینکه برم سراغ مثال بعدی، باید یه نکته رو خدمتتون عرض کنم راجع به تایم فریم ها. ببین بچه‌ها، ما 4 تا استایل داشتیم و شما تو هر کدوم از این استایل ها در واقع بحث حساب گذاریتون هم باید تایم فریمش مشخص باشه. اگر استایل شما سرمایه گذار باشه یا پوزیشن تریدر باشه، شما رو هفتگی ساختار می‌بینی، رو 4 ساعته ورود می‌زنی. زمانی که رو 4 ساعته ورود می‌زنی، استاپت میشه روی 15 دقیقه. اوکی، این از این. میریم سراغ دومی، بحث سوینگ تریدر. سوینگ تریدر شما رو 4 ساعته ساختار می‌بینی، رو 15 دقیقه ورود می‌زنی. زمانی که رو 15 دقیقه ورود می‌زنی، استاپتو میای پشت اولین بلاک دست نخورده‌ای که توی این محدوده بلاک دوم قرار گرفته، توی 1 دقیقه قرار می‌ذاری. یعنی از 15 دقیقه استاپتو توی 1 دقیقه می‌ذاری. اگر دی تریدر بودی، دوباره توی 1 ساعته زمانی که ساختار رو می‌بینی توی 5 دقیقه ورود می‌زنی، مثل همین مثالی که اینجا دیدم. این مثال در واقع ساختار 1 ساعته بوده و ورود 5 دقیقه. حالا تو ورود 5 دقیقه که می‌زنی، اینجا میای چیکار می‌کنی؟ استاپتو میای پشت اولین بلاک دست نخورده‌ای که تو محدوده بلاک پشتی قرار گرفته، میای پشت اون توی 1 دقیقه قرار میدی. و اگر اسکالپر بودی که در واقع ساختارت 15 دقیقه است، ورودت 1 دقیقه است، اینجا هم دوباره استاپ لاس تو توی 1 دقیقه تعیین می‌کنی. پس بخوام یه جمع‌بندی بکنم، فقط سرمایه گذار هستش که 4 ساعته ورود میزنه و استاپش رو تو 15 دقیقه میذاره، ولی تو 3 تا استایل دیگه شما کاری که باید انجام بدی اینه که استاپ تو در نهایت توی 1 دقیقه خواهی گذاشت. چه سوینگ تریدر باشی، چه دی تریدر باشی و چه اسکالپر باشی، در هر سه این موارد شما استاپ لاس تو توی تایم فریم 1 دقیقه میذاری. خب با این توضیحات بریم سراغ یک مثال دیگه. میام روی نماد یورو یو اس دی و اینجا اوردر بلاک رو ترسیم میکنم و میبینم که بله، زمانی که قیمت برمیگرده به این محدوده، من میتونم ورودم رو بزنم. حالا بچه‌ها، من اینجا نمیخوام راجع به بحث‌های مربوط به ورود صحبت بکنم که در واقع کجای بلاک وارد میشیم، به محض برخورد به بلاک وارد میشیم یا تو ناحیه 50% یا بعد از تاییدیه. اینها بحث‌هایی هستش که تو ستاپ‌های ورود و تاییدیه ها درباره صحبت می‌کنیم. من اینجا در واقع میام و بدترین حالت رو در نظر میگیرم. یعنی شما به محض اینکه برخورد داشتی به بلاک وارد معامله بشی، یعنی این در واقع بدترین حالت است، چون استاپ لاس شما خیلی بزرگ میشه. حالت دیگه اینه که شما بیای مثلا اینجا تو محدوده 50% وارد شی، خب طبیعتا استاپت کوچیک میشه و آر خیلی بزرگتری میده. اما چیزی که من اینجا در نظر میگیرم اینه که به محض برخورد من بدون هیچ تاییدیه ورودی وارد معاملاتم بشم و این در واقع به عنوان بیس ماجرا تو بحث‌های تعیین استاپ لاس اینجا در نظر میگیرم و میبینیم که در این حالت که به نوعی بدترین حالت هم هست، بازم کار داره برای ما خیلی خوب جواب میده. خب من برای تعیین استاپ لاسش میام دوباره از این بلاک کپی میگیرم و زیرش قرار میدم و یکم میکشمش عقب‌تر و حالا کاری که میکنم اینه که میرم تو تایم فریم 1 دقیقه و میبینم که اولین بلاک دست نخورده ای که
توی این محدوده بلاک پایینی قرار داره و مارکت هیچ وقت اون رو ندیده، این رو در نظر میگیرم. این بلاک یک بار اینجا تاچ شده، بنابراین اینو در نظر نمیگیرم و میام کجا میندازم؟ این پین باری که اینجا میبینم پشت این قرار میدم که در واقع میشه این محدوده، حالا با احتساب اسپرد ارکان. دوباره برمیگردم به تایم فریم ورودم که 5 دقیقه بوده و از ابزار ورود اینجا وای رو میگیرم، من اینجا انداختم و اینجا استاپ لاس من بوده و من این محدوده رو به عنوان تی پی اگر در نظر بگیرم، میخوام ببینم به من 1/2 رو میده یا نمیده. بله میدم بیشتر از 2 رو میده، در واقع آر به آر 2.27 رو اینجا میبینم. پس من اوکی ام و این معامله رو باز میکنم با این استاپ و حالا درباره تی پیش هم که صحبت خواهم کرد. بنابراین دیدیم که چطور میتونیم استاپ لاسمون رو خیلی راحت تعیین کنیم و بیایم و معاملاتمون رو باز کنیم. اما اگر موافقید من روی همین مثال بحث خروج از معامله در سود یا تی پی گذاری رو باهاتون در میون بذارم. ببین دوستان، برای قرار دادن تی پی ها شما اوردر بلاک هایی که تو مسیر مخالف قرار گرفته، مثلا اینجا یک بلاک معتبر من دارم که از اینجا حرکت نزولی شروع شده، من اینجا رو به عنوان تی پی اولیه‌ام در نظر میگیرم. یعنی اگر من این رو خط بندازم، من زمانی که از اینجا حرکت میکنم اولین تی پی که باید بگیرم این تی پیه که حداقل باید 1/2 رو به من بده که تو این مثال میبینم میده. اما برای خروج از معامله ما 4 تا حالت داریم که صورت بدیم. اولین حالتش اینه که شما تی پی تو یه جایی فیکس بذاری و زمانی که قیمت به اونجا میرسه کل معاملت رو ببندی، که خیلی از تریدرها همین کارو میکنن. مثل اینکه الان من اینجا پوزیشنمو باز کردم و زمانی که قیمت به این محدوده رسید من همه پوزیشن رو میبندم و 1/2 هم داده و خیلی ایدئاله. این در واقع راحت ترین و ساده ترین کاری هستش که میتونیم انجام بدیم، مخصوصا کسایی که پای چارت نمیشینن و کاری که میکنن اصطلاحا ست اند فورگت میکنن و پوزیشن هاشون رو در واقع اوردر میکنن و میرم با استاپ و تی پی. مثلا من اینجا دیدم قیمت اینجاست، میام اینجا اوردر میکنم استاپ تی پی و میرم دنبال کارم و میام میبینم معامله باز شده، استاپ خورده تی پی خورده و این سبکی هستش که خیلی از تریدرها ازش استفاده میکنن. اما بعضی دیگه از تریدرها در واقع معاملاتشون رو دنبال میکنن و مدیریت میکنن و با ریسکشون بازی میکنن که این هم اتفاقا چیز خوبیه. این کاملا سلیقه‌ایه، بسته به در واقع تیپ‌های شخصیتی و رفتاری افراد توی تریدینگ پلنشون میتونه تعریف بشه که چه مدلی در واقع بیان و معاملاتشون رو انجام بدن. پس حالت اول میشه تی پی گذاری که گفتم تی پی اول ما باید حتما بزرگتر از 1/2 باشه و توی همون تایم فریم ورودمون میام بلاکی که منشأ حرکت اصلی بوده که ما رو آورده اینجا میبینم و قبل از رسیدن به اون میام و کار رو انجام میدم و تی پی مو میگیرم و خارج میشم. اما تی پی های بزرگتر رو باید ببریم تو تایم فریم ساختارش ببینیم. یعنی اگر من اینجا توی 5 دقیقه ورود زدم و تی پی اولیه‌ام رو توی 5 دقیقه میبینم، تی پی بعدی خودم رو باید تو تایم فریم 1 ساعته ببینم. اینجا فرض من بر اینه که من یک دی تریدر هستم که تو 1 ساعته ساختار دیدم و تو 5 دقیقه ورود زدم. حالا برای تی پی بزرگتر من باید برم تو تایم فریم 1 ساعته و اونجا ماجرا رو دنبال کنم که اگر من بیام تو تایم 1 ساعته میبینم که اینجا میتونم این رو به عنوان یک ریجکشن بلاک بگیرم که زمانی که قیمت بخواد به این بلاک برای من برسه در واقع از شادو این میگیرم و اینجا رو میتونم به عنوان تی پی 2 خودم در نظر بگیرم، در واقع نرسیده به این بلاک. و همیشه بچه‌ها توی تی پی گذاری یه ذره قبل‌ترش رو بذارید، یعنی زمانی که یه جایی رو به عنوان تی پی در نظر میگیرید یه 10% نرسیده به اون یا حتی 20% نرسیده به اون شما تی پی رو بگیرید و خیلی سعی نکنید نوک به نوک و قله بزنید. نه، یه ذره قبلش بگید که خیالتون راحت باشه معاملتون تی پیش میخوره. و توی 1 ساعته اگر من اینو ببینم میبینم که خیلی هم قشنگ بازار اومده و اینجا رو برای من دیده. حالا برمیگردم توی 5 دقیقه و میبینم که بله اون تی پی دومی که من قرار داده بودم تو این محدوده میاد و به من در حقیقت آر به آر حدود 4 رو هم میده و این خیلی جذابه برای من. پس فهمیدیم که تی پی دومون رو کجا باید بزنیم. تی پی یکمون رو نرسیده و قبل از اوردر بلاک تایم ورودمون میذاریم اینجا و تی پی 2 رو میریم قبل از اوردر بلاک تایم ساختارمون میذاریم و اینجوری میتونیم خیلی خوب چند تا تی پی شیرین داشته باشیم. اما این در حقیقت برای کسایی بود که میخوان روی تی پی ها خارج بشن و همچنین تو ادامه بحث برای کسایی که میخوان سیو سود بزنن. اما تو بحث مدیریت معاملات ما 3 تا کار دیگه داریم که بهش میگیم سیو سود، دومی ریسک
ریسک فری و سومی تریلینگ استاپ که میخوام درباره اینها هم با شما صحبت کنم. خب سیو سود رو تو جلسه‌ای که اوایل دوره درباره تعریف اولیه داشتیم فکر کنم بهتون گفتم اینه که شما بیای و یک بخشی از سودت رو خارج بکنی که اینجا توصیه من اینه شما زمانی که مارکت 1-2 رو به شما داد چه تیپی یکتون شده بود چه قبل از اون بود توصیه من اینه برای اینکه ریسکتون رو بیارید پایین از هر موقعی که شما 1-2 رو دیدی یه سیو سود بزنید روی معامله. قبل از 1-2 هیچ کاری انجام ندید ولی زمانی که به 1-2 رسیدی یه بخشی از سودتون خارج میکنی. حالا چیکار میکنیم؟ ما 2 تا معامله داشتیم یا ایدئال بود یا نرمال. اینا دیگه داریم وارد بحث‌های ریسک میشیم. اگر معامله شما ایدئال بود 1/3 حجم تو خارج کن و میبینی که با قدرت داره میاد مثل اینجا. این معامله خیلی خوب و شیرینیه چون این بلاک معتبریه BOS زده اینجا خیلی قوی بوده و زمانی که قیمت بهش میرسه من اینو به عنوان یک معامله ایدئال باز میکنم و میبینم که اینجا که داره حرکت میکنه با یک حرکت پرقدرت و پرشتاب هم بالا اومده. بنابراین من این رو به عنوان ایدئال میگیرم و اینجا 1/3 معامله خودم رو میبندم و اصطلاحاً سیو سود میکنه و 2/3 معامله باز میمونه برای کجا؟ برای تیپی دوم من که اینجا باشه و میرم اینجا بقیه معامله رو میبندم. اما اگر معامله نرمال بود حالا یا شما باید اینجا کل معامله رو ببندید یا اینکه بیای و نصف معامله رو ببندی. خب پس بحث سیو سود هم دیدیم. روی 1-2 میایم و نصف معامله رو میبندیم یا 1/3 معامله زمانی که تو معامله ایدئال بودیم و به تیپی 2 رسیدیم بقیه معامله رو میبندیم. حالا این میتونه حتی تیپی های بزرگتر هم به ما بده، یعنی تیپی 2 مون لزوما نباید انقدر کوچیک باشه، بعضی وقتا میبینیم که خیلی بزرگتر هست و اون رو هم میتونیم تو چند پله خارج کنیم که حالا بعدها میتونیم درباره اینها با جزئیات بیشتری با هم صحبت کنیم. این از بحث سیو سود. بچه‌ها این توی مدیریت ریسک به ما خیلی کمک میکنه. حالا توی بحث‌های مدیریت معاملات و بازی با ریسک اینجا براتون کامل باز می‌کنم که این عدد و رقم‌ها چرا انتخاب شده و چطوری پیش میریم. الان روی کردم بحث‌های تکنیکاله. فقط همینقدر بگم که زمانی که شما اینجا مثلا نصف معامله رو 1-2 می‌بندی، فرض کن 1% ریسک کردی، مثلا این قسمت اگه استاپت بخوره 1% از اکانتت میره. زمانی که اینجا میرسی 2% روی سودی چون 1-2. وقتی نصفش رو می‌بندی 1% از سود تو سیو میشه چون نصف 2% دیگه. اوکی؟ حالا حتی اگر برگرده و استاپ بخوره اینجا 0.5% میره چون نصفشو بستی دیگه. این 1% شده 0.5%. 1% سود کردی 0.5% میره، باز هم تو 0.5% توی سود. یعنی این بازی با ریسک باعث میشه که شما خیلی راحت بتونی در واقع ریسک خودتو مدیریت کنی و اکانتت منفی نشه. و حالا تو مواردی که 1/3 ببندی که خب خیلی جذابتر هم میشه و اینجا برمیگرده و در واقع شما رو سر به سر میکنه. ولی اگه بره بالا خب حجم بیشتری معامله باز داری و سودهای خیلی بزرگتری رو خواهید دید که تو معاملات ایدئال ما این کار رو انجام میدیم. اینها رو تو جلسات مدیریت معاملات کامل براتون باز میکنم. اینجا صرفا گفتم که بدونید داستان از چه قراره. اما 2 تا آیتم دیگه میمونه بچه‌ها که یکیش ریسک فری و یکی تریلینگ استاپ. ریسک فری یعنی اینکه آقا این استاپ لاس منه، من بردارم بیارم بذارم رو نقطه ورود. اوکی، به این میگن ریسک فری کرده، یعنی اگر حتی معامله برگرده هم من در واقع ضرر نخواهم کرد. اما من شخصا هیچ موقع این کارو نمیکنم و اصلا کلا هیچ وقت از ریسک فری استفاده نمیکنم چون ستاپ هایی که ما داریم مثل اینجا مثلا میره برمیگرده بار دوم میره تارگت های بالاتر میزنه و این رو بارها و بارها توی مارکت میبینیم. بنابراین توصیه میکنم هیچ موقع ریسک فری نکنید به اون معنا، چون که ما استاپ هامون رو بر اساس استراکچر و ساختار مارکت به این ترتیبی که گفتم میذاریم و کلا بر اساس استراکچر داریم ترید میکنیم. این که من بیام بگم خب مثلا استاپ ها بیارم نقطه ورودم جای امنیه، نه واقعا اینجوری نیست. نقطه ورود جای امنی برای استاپ لاس نیست. کی به ما میگه نقطه امن کجاست؟ استراکچر مارکت به ما میگه و خب خیلی وقتا ممکنه مثل همینجا برگرده. مثلا اینجا اگه یکی ورود زده بود اینجا برمیگشت استاپ فری شدهشو میزد و بعد میرفت تارگت بزرگ میداد و این در واقع با روح و روان تریدر بازی میکنه. اما ما هیچ موقع این کارو انجام نمیدیم. پس کلا از نگاه ما موضوع ریسک فری منتفیه و ما چیکار میکنیم؟ ما میایم تریلینگ استاپ انجام میدیم. تریلینگ استاپ یعنی چی؟ یعنی من استاپ لاس همو میذارم پشت گره هایی که ایجاد میشه، پشت اوردر بلاک هایی که درست میشه. مثلا اینجا میاد یه بلاک درست میکنه، بعد اینو میزنه BOS که اتفاق میفته، این بلاک برای من معتبر میشه. زمانی که این بلاک معتبر شد حالا من میام استاپمو میذارم پشت این، دوباره میره اینجا میاد یه گره درست میکنه، یه بلاک میسازه، میزنه BOSش میکنه میره بالا. دوباره زمانی که اینو BOS کرد این بلاک برای من معتبر میشه، استاپمو میارم میذارم پشت این و ببین چقدر اینجا امنه با اینکه قیمت برگشته به این بلاک ولی در حقیقت باز هم استاپ تریل شده منو تاچ نکرده. بنابراین ما فقط از
تریلینگ استاپ استفاده میکنیم، اونم رو تایم فریم ورودمون. زمانی که اینجوری گره درست کرد، اوردر بلاک درست کرد، بی او اس رو زد رفت بالا، اون موقع بی او اس همین محدوده رو منظورم، زمانی که زد این بلاک برام معتبر میشه و من میتونم استاپمو بیارم پشت این قرار بدم. تا کجا من تریلینگ استاپمو ادامه میدم؟ تا زمانی که قیمت مثل اینجا برسه به اوردر بلاک تایم ساختار من. زمانی که رسید به اوردر بلاک تایم ساختار، دیگه هر چی معامله باز دارم میبندم و هیچ چیزی رو نمیذارم باز بمونه. این در واقع رمز موفقیت یک تریدره که میتونید با این تکنیک ها در واقع هم وین ریت رو بیاری بالا و هم آر به آر رو، و اینه که باعث میشه اکانت شما رشد کنه. حالا تو جلسه مربوط به مدیریت معاملات همه این داستان ها رو میبرم رو عدد و رقم، با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بازی میکنیم و میبینید که چقدر جذاب میتونیم ریواردهای بسیار بزرگ و سودهای خیلی خوبی رو بگیریم. این در واقع کلیت ماجرا. پس یه جمع‌بندی بخوام بکنم، بحث خروج از معامله در واقع 4 حالت داره. یکیش که ریسک فریه، از نگاه ما کاملا بلا استفاده است و ما ریسک فری نخواهیم کرد، به این معنا که بخوایم استاپ لاسمون رو بیاریم بذاریم نقطه ورود، این منتفی میشه میره کنار. 3 تا آیتم دیگه میمونه. یکی این که تی پی رو میذاریم کل معامله بسته بشه، که مخصوصا کسایی که طبق مدل ست اند فورگت کار میکنن، استاپ تی پی میذارن میرن سراغ کارشون و به این سبک میان جلو. موردهای دوم و سوم در واقع سیو سود و تریلینگ استاپ که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، مخصوصا سیو سود که عرض کردم روی تارگت 1 به 2، زمانی که ما 2 برابر استاپمون قیمت رشد کرد و رفت، در واقع تی پی 1 به 2 رو زمانی که به ما داد، اونجا میایم و اگر معامله ایدئال بود 1/3 رو میبندیم، اگر معامله نرمال بود نصفش رو میبندیم و ادامه ماجرا رو میذاریم بره تا کجا؟ تا جایی که برسه به اوردر بلاک تایم ساختار و اونجا دیگه رسید کل معاملاتمون رو خارج میکنیم. و از این طرف هم روی استاپ لاسمون میایم هر گره‌ای که ایجاد کرد، هر اوردر بلاک که درست کرد تو تایم فریم ورود، هر بلاک که درست کرد و بعد همون رو بی او اس کرد شکست رفت بالا، باید کلوز بده. بچه‌ها حواستون باشه، چون اگه کلوز زده یعنی رفته نقدینگی پشت اون رو جمع کنه و برگرده کامل، و حتما کلوز باید بده. وقتی کلوز داد بالای اون بلاک، یعنی اینکه اون بلاک بر ما مسجل شده و بی او اس ازش اتفاق افتاده و حالا میریم و در واقع ادامه ماجرا تریلینگ استاپ انجام میدیم و استاپ اونو میذاریم پشت اون بلاک و به این ترتیب مارکت رو ترید میکنیم تا کجا؟ تا جایی که میتونه بهمون سود بده. اینجوری ما در حقیقت میتونیم وین ریت ها و ریوارد های بزرگی رو بگیریم، آر به آرمون رو بالا ببریم و اکانت خیلی رشد میکنه. سر جای خودش مفصل‌تر میگم، اینجا بیشتر دیدگاه هم دیدگاه تکنیکال. این موضوعات هم برای بچهای فارکس هم برای بچهای کریپتو قابل استفاده است، هیچ فرقی نمیکنه. شما با مدیریت سرمایه‌ای که توی جلسه جداگانه درباره فارکس صحبت کردیم، توی جلسه جداگانه هم درباره کریپتو، اونجا میاد و ریسکتون رو مدیریت میکنید. عملا همه این اتفاقات توی هر دوتای اینها میتونه بیفته و هیچ تفاوتی قائل نیستیم. برای اینکه این موضوع رو بهتر ببینیم، به نظرم بیایم یک مثال هم به عنوان آخرین مثال روی کریپتو بزنیم. مثلا نماد اتریوم رو ببینیم که هم در واقع یک سناریوی نزولی رو دیده باشیم توی مثال هامون و همین که روی کریپتو ببینیم عیناً همین داستان ها داره کار میکنه. خب من مجدد روی اتریوم هستم، رو تایم فریم 5 دقیقه و میام اینجا این بلاکی که میبینم رو ترسیم میکنم. در واقع این بلاکی هستش که من زمانی که اینجا برسم ورودم رو میزنم و میبینیم که یک بیس قوی اینجا ساخته شد و اگه بخوام بلاک رو دقیق تر رسم کنم، این شادوهای بالاتری هم که زده در نظر میگیرم. بچه‌ها چون ما استاپ لاسمون رو بر اساس اوردر بلاک ها میذاریم، از این ورم به این شکل همین پین بار اوکی. زمانی که ما استاپ لاسمون رو بر اساس اوردر بلاک ها میذاریم، خیلی مهمه که بلاک هامون رو خیلی خوب و دقیق رسم کنیم، چون تاثیرش رو خواهد گذاشت. خب میام یک کپی از این میگیرم و قرار میدم دقیقاً پشتش. اینو یکم دقیق ترش میکنم. بله اوکیه. اینو میکشم اینجا تا برسه به قیمتی که توی این محدوده دارم و حالا اینو جا داره یکم دقیق ترش کنم. میام رو تایم فریم 1 دقیقه و این محدوده خودم رو پیدا میکنم. بله اینجا رو تو تایم فریم 1 دقیقه میبینم و میبینم که اینجا یک بلاک دست نخورده وجود داره و با احتساب اسپرد اکانت استاپ لاسم رو اینجا قرار میدم. حالا که استاپ لاسم اینجا افتاد، برمیگردم توی تایم ورودم که 5 دقیقه بوده و حالا از ابزار در واقع شورت استفاده میکنم برای اینکه بیام و معاملم رو مدیریت کنم. من در واقع اینجا زمانی که اولین بار قیمت به این رسیده فرض میکنم که میخوام ورود بزنم، استاپ لاسم رو اینجا تنظیم میکنم و همونطوری که میبینم
این محدوده، این بلاک برای من در واقع اولین تیپی خواهد بود که اونم 1/2 رو به من میده. بله 2.38 همین که 1/2 رو میده برای من کافیه که من وارد این معامله بشم. ببین بچه‌ها نقطه ورود من دقیقاً همینجاست، جایی که اولین بار قیمت به این رسیده. حالا گفتم قبلا اگر یک کسی مثلا صبر کنه که بتونه ناحیه 50% این رو بگیره و ورودهای بهتری بزنه یا ورودش رو پلکانی بکنه، خب طبیعتاً اینجا وقتی ورودش بالاتر باشه استاپ که همین استاپ که تکون نمیخوره، چون ما استاپ رو بر اساس روش خودمون انتخاب کردیم و هیچ ربطی به نقطه ورود نداره. بنابراین اینجا فاصله استاپ لاس زمانی که کوچیک میشه اینجا ریوارد بزرگتری میگیره. پس ما اگر بتونیم ورودهای خودمون رو بهینه بکنیم استاپ های کوچیکتری خواهیم داشت و در واقع ریوارد های بزرگتری میگیریم و اکانتمون خیلی بهتر روش میاد. برای اینکه اینو بهتر متوجه بشید من فرض کنم اگر یک کسی میذاش رو میدلاین این وارد میشد، همینجا ریواردش میشد 3.68، اما زمانی که ورودش رو اینجا بدون هیچ قید و شرطی به محض رسیدن به ورود بلاک میزد 2.38% سود میکرد با همین استاپ لاس. اما زمانی که ورودش رو بهینه میکنه تریدر و مثلا میاد اینجا رو ناحیه میدلاین میذاره و ترید میزنه، اینجا اتفاقی که میافتاد چی بود؟ 3.68% سود میکرد و میبینیم که 1% سودش بیشتر میشد. خب روی اکانت مثلا حتی $1000 1% خودش عددی میشه و روی اکانت های بزرگ خب خیلی اختلاف بیشتری داره. همون معامله است ولی خب ورود بهینه تر بهش در واقع ریوارد جذابتری رو داده. پس به عنوان آخرین نکته عرض کنم که بچه‌ها هم جهت هم ورود برای ما مهمه. شما هر چی ورود بهتری بزنید توی خروج دستت بازتره و میتونی بهتر عمل بکنی. هر سه تاشو باید مورد توجه قرار بدی. بازاریای قدیمی هم این اصطلاح رو میگه همیشه سود موقع خرید اتفاق میفته. یعنی شما بتونید قیمت بهتری بخری قطعا سود بهتری خواهی کرد. اینجا تو ترید هم همینه، سود در واقع موقع ورود اتفاق میفته. شما درست سودتون موقع خروج میبینی ولی اگر ورود بهینه‌تری زده باشی خروجت هم خیلی بهتر خواهد بود. اما این جلسه که درباره بحث خروج هست جا داره بازم تاکید بکنم که خروج خیلی مهمه. خیلی از تریدرها هستن که در واقع نقطه ورودهای خوب میگیرن، ستاپ‌ها رو خوب پیدا میکنن، حتی وارد معامله میشن ولی در زمان مناسب خارج نمیشن و سود خودشون رو بر نمیدارن و در نهایت همون ورود جذابشون چون مارکت دو طرف است و برمیگرده. همینجا الان اتریوم ببین این همه ریوارد داده، ممکنه نفر ریواردش رو برنره برگرده اینجا استاپش بخوره. هر اتفاقی ممکنه توی مارکت بیفته و شما باید یاد بگیری که چه جوری سودتو برداری خارج کنی از مارکت و با ریسک بازی بکنی. این نکته بسیار بسیار مهمیه که توی این جلسه به طور کامل و 0 تا 100 بهش پرداختیم. خب این جلسه از اون جلسات بسیار بسیار مهم ما هست. توصیه میکنم که روی این جلسه خیلی مسلط باشید. رو مواردی که عرض کردم باید تمرین زیاد انجام بدید و تا جایی که میتونید تکرارش کنید و حتی شده چند بار این ویدیوها رو ببینید، به جزئیات توجه کنید، چون دقیقاً اگر قرار سوددهی اتفاق بیفته توی مارکت و شما به صورت مستمر سودده بشید دقیقاً با همین هاست و باید رو استراتژی خروجت خیلی خوب و مسلط باشید. برای اینکه این اتفاق بهتر بیفته خب تمرین‌های این جلسه رو با دقت انجام بدید. 5 مثال از نقطه ورود با استاپ لاس و TP مثل همین شکلایی که من کشیدم دقیقاً در بیارید، رو نمادهای مختلف، رو تایم فریم ورودتون و استاپش رو ببرید روی محل مناسب بذارید. 5 مثال در سناریوی صعودی پیدا کنید و 5 مثال در سناریوی نزولی. این رو انجام بدید تا چشمتون عادت کنه و دستتون عادت کنه و سرعت عملتون بالا بره و توی گروه‌های منتورینگتون بفرستید و بتونید که نهایت استفاده رو از این جلسات ببرید. براتون بهترین رو آرزو می‌کنم. امیدوارم هر جایی که هستید موفق و مؤید باشید. خداوند یار و نگهدارتون.